سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من تورنجر هستم و خیلی خوش اومدیم به این یکی ویدیو چنل یوتیوب ما. خب بچه همونجوری که رو تامنیل دیدیم و توی چنل تلگرام بهتون گفته بودم قراره توی این ویدیو واسه یه رفع لایک خفن داشته باشیم. بچه این رفع لایک رو مطمئنم کاملا مطمئنم که تو هیچ جای این کامیونیتی این رفع لایک رو شما نه دیدید نه میتونید ببینید نه پیدا میکنید به جز این ویدیو که مخصوص سامسونگ هم هستش. همون جور که رو تامنیل دیدیم بچه گیم پلی زیاد سطح و خفن نبود. حالا تو ویدیوی بعدی میفهمید علتش رو. و اگه تا اینجا ویدیو اومدی و هنوز لایک و ساب نکردی چنل رو لایک کن و میگم چنل لایک کن، چنل رو ساب کن، ویدیو رو لایک کن و یه کامنت انگلیسی یا فارسی هم واسه من بذار که سابت نپره و یه انرژی هم به من داده باشی. خب بچه همونجور که الان اسم چنل تغییر کرده بعد این ویدیو، حالا الان فعلا تغییرش ندادم، الان ساعت چنده؟ ساعت 4. خب ویدیو رو که آپلود کنم اسم چنل عوض میکنم، یعنی دیگه رو رنجر سیودی در میاد میشه رنجر گیمی. چرا؟ چون قراره دیگه حالا تو ویدیوی بعدی، حالا اینو بهتون میگم دیگه، الان نگم که زیاد چیز نشه. آره تو ویدیو بعدی اینو میفهمید و قراره کلا توی کامیونیتی همه بازی ها ما قرار بگیریم و همه کامیونیتی ها رو یعنی پوشش بدیم. یکم در مورد رفلگ بگم بچه. این رفلگ من خودم همونجوری که میدونین دیوایسم خیلی ضعیفه دیگه، یعنی رم 2 سنپدراگون 450 سامسونگ هم هست دیگه بدتر. آره کلا خیلی بازی روش سخت اجرا میشه. اگه میبینید که جایی ویدیو لایک میخوره و اینا دیگه حوزه خودتون ببخشید. اگه کیفیت کمه مجبورم اینجوری ریکورد کنم چون جوری دیگه نمیشه واقعا ریکورد کرد با این دیوایس. خیلی با همین دیوایسی که من دارم حتی با رم 6 و رم 4 هم نمیتونن اصلا بازی کنن چه برسه بخوان ریکورد کنن. پس ببین انقدر گیم روون شده بود اینجاها، من اومدم سفر کشیدم پایین ببینم واقعا داره کار میکنه رفع لگه، یعنی داره ریکورد میشه. چون من بدون ریکورد کاملا نولگم، یعنی این FPS که میبینید مال قبلا من بود که نولگ بودم. الان که یکم حالا لگ گرفتم باز وقتی ریکورد میکنم یکم اذیت میکنه. این کشیدم پایین ببینم این نوارلون کشیدم پایین ببینم چه جوری میشه که دارم ریکورد میکنم یا نه. و اینکه بچه این ویدیو یکی از این گیم پلی ویدیو که نه ویدیو حالا داریم، ولی این گیم پلی یکی از آخرین گیم پلی من توی چیز کال آف دیوتی موبایله و این به بعد دیگه میریم وارد همه کامیونیتی های گیم ها میشیم. مخصوصا موبایلی ها رو میذارم چون کنسول و پی سی و اینا مال هر کسی نیستش. و سعی میکنم یه چیزایی بذارم که همه داشته باشن و همه بتونن بازیایی که معرفی میکنم، بازیایی که انجام میدم، راهکارهایی که میگم، رفع لگا که همیشه سر جاشه. یعنی من تو هر کامیونیتی برم رفع لگا رو با خودم میبرم اونجا رو اون کامیونیتی رو نولگ میکنم با خودم. آره از این نظر خیالتون راحت باشه. جوین چنل تلگرام بشید بچه حتما که هم از تایم ویدیو بعدی اطلاع داشته باشید، همین که من بهتون فایلایی که میذارم و اونجا واسه تون میذارم. یعنی مثلا من برنامه چیزی بذارم واسه رفع لگ و DNS بذارم اونجا میذارم، رفع لگ واسه برنامه‌هاشو بذارم اون بعد توی چنل میذارم. و آره دیگه خلاصه جوین چنل حتما بشین. این مچ میبینیم مچ خلوتی بودش. آره و اینکه دیدم نو لگه همینو گذاشتم من. یعنی من میگردم گیم پلی خوبمو نمیذارم، گیم پلی روونمو میذارم، چون گیم پلی خوب من با لگ بازی میکنم کلا. آره یکم قشنگ نیست دیدنش، خودم حال نمیکنم بذارم، سعی میکنم اونایی که روونه رو بذارم. و اینکه واسه اینکه ببینید گیم بعدی که داریم میریم سمت کامیونیتی شو رفع لگویی که بخوایم ببریم اونجا واسه اون گیمه. اگه دوست داشتید ببینید چه گیمی حتما تو کامنت رو بپرسین، تو کامنت جوابشو میدم اینو. یا اینکه تو چنل تلگرام جوین شین بچه. یه گپ تلگرام هم داریم واسه چنل که رو خود چنل هستش دیگه، اونجا هم حتما جوین بشین، سوالاتون رو از ادمینا از خودم بپرسید. و اینکه آره دیگه ساب و لایک هم باز میگم فراموش نشه. اینجا یه بات گیر آوردم، این دکمه چیز فینیشر رو یه جایی گذاشتم دست خودم هم بهش نمیرسید، هر کاری میکردم دست خودم هم بهش نمیخورد. به زور اینو ول میکردم، راه رفتن ول میکردم میذاشتم روی این. خب بچه شما یواش یواش برید آموزش رو ببینید، برید برگردید که کلی کار دارم. ادامه آموزش که قرار بود توی وسط ویدیو انداختمش و قرار ترکی تا آخر ویدیو همراه من بود بتونید آموزش رو ببینید. خب ما این برنامه رو میخوایم دانلود کنیم، گفتم که مخصوص سامسونگ هم هستش دیگه، فقط اینه. خب لگتون کامل اپ میبره، میایم داخل گلکسی استور. گلکسی استور توی اینجا هستی، صفحه اولی گوشیتون توی هر گوشی سامسونگی باشین قدیمی یا جدید فرق نداره،
100% داره، چون مثلا مال باکبند سامسونگ. رو گلکسی استور میایم میزنیم، صبر میکنیم بیاد بالا. فیلش کنم روشن نمیاره، با فیلش کنم خاموشم اوکیه ها، من حواسم نبود روشن مونده. میایم سرچ کنیم گیم بوستر، صبر کنیم بیا، صبر کنیم بیا دیگه یزید. یزید هم نمیاد، صبر کن. خب بچه میبینید وقتی سرچش میکنید این اولیه واسه پابجی پلیرها. حالا تو ویدئوی بعدی میگم این اولیه رو باید چیکار کنی. این اولیه یکم تمرینات خاصی داره، خودم هنوز تکمیلش نکردم. این دومی است بچه، اینو دانلود میکنید. خب اینه دیگه، گیم بوستر دقیقا همونه. خب حالا بیام بهتون آموزش رو بدم. میان داخل برنامه. خب اینجا بچه گیماتون رو خودش اد میکنه به صورت خودکار. حالا من کالافو الان پاک کردم، حالا دلیلش رو بهتون میگم چرا. اینجا اد میزنید، صبر میکنید تا برنامه‌تون رو لود کنه. داره برنامه رو لود میکنه واسه خودش که بتونه برنامه پیدا کنه. هر برنامه‌ای که خواستید اینجا میاین ادش میکنیم. مثلا الان من چی بیارم؟ پابجی بیارم، ادش میکنین. خب اینجا همه چی واسهتون مینویسه که مثلا اگه خواستی اینا رو اضافه میکنین، مثلا درصد باتریتون، سی پی یو استفاده کن، مقدار استفاده از سی پی یو، همه اینا رو میذاره. از اینا هم داره بچه. این چیه؟ کراس شیر. از این نشونایی که وسط صفحه میادم داره، ببینید اینه. خیلی گیم بوست تکمیلیه که مثلا اینجا هم میگه یه برنامه دیگه دانلود کن تا بتونه دقیق‌تر بهت نشون بده. اینجا هم همه چیز گوشیتون رو میزنه. خب قبل از اینکه وقتی میخوایم وارد بازی بشین از اینجا میایم وارد بازی میشین. این بعد میای اینجا اینو میزنید، صبر کنید تا همه برنامه‌های پس زمینه‌تون رو ببنده. حالا واسه کالاف الان من کالاف پاک کردم به یه دلیلی، دوباره میریزمش. اینجا روی پلی گیم میزنید و میرید داخل بازی. امیدوارم این آموزش خوشتون اومده باشه. فعلا برید توی گیم پلی ادامه گیم پلی رو ببینید تا یه چیز دیگه هم بهتون بگم خیلی مهمه. فعلا خب بچه‌ها شما رفتین آموزش دیدین، امیدوارم برید بزنید، حال کنید، صفحه کنید و اینکه تو کامنت حتما بهم بگید که واسه شما هم جواب داد یا نه. این اعتماد به نفس این نمیره نکنید. رجیستر چقدر خرابه. من با اینکه دی ان اس خودمو زدم بچه‌ها، راستی برید حتما ویدئوی رفلای قبلی رو ببینید. دو تا رفلک گذاشتم قبل از این و کلی ویدئوهای دیگه هم هست. برید همشون رو ببینید، همشون رو با هم انجام بدید تا نولک شید و دیگه تایم مود نخورید. فعلا بای.